رفقا چطور؟ اومدم با یه ویدیو جدید از چنل مهدی 7 در خدمت شما هستم با باگ گردونه سوفیالته. دوستان من دور اول جتپک اپیک این گردونه گرفتم. تو این باگ شما میتونید دنس یا جتپک اپیکو بگیرید یا حتی اسفل سابلین. خیلی بالا خوشگلیه، کلا آیتم های خوبی داره، از جمله چارمش هم خوشگله. خود گان که نگم براتون خیلی قشنگه. اسکین دوستان باگ از این قراره که شما 20 بار به روی گان و اسکین میزنید. وقتی که زدید 15 بار به روی جتپک و گان اپیک میزنید. بعد از این کار اسکیپ انیمیشن رو فعال میکنید و سی پیو میزنید. امیدوارم که چیزهای خوبی از این گردونه بهتون بده. برای باگای بیشتر چنل منو دنبال کنید. مرسی بابت حمایتتون.